در شهر خوجند مسابقه جمهوری اید به شناوری بین جوانان برگزار شد. در مراسم کشاده‌شوی این چهاربینی ورزشی نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر گردید که نمود شناوری سال از سال در کشور ما رشد و رواج یافته ایستاده است. با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون شناوری کشور برای رشد و رواج شناوری سالهای آخر توجه خاصه روانه شده است. صوفیا غازی‌وا ورزشکار بانوی امیدبخش کشور در قطار دیگر ورزشکاران در این مسابقه ملکه مهارت بلند نشان داده در یک چند نمود صاحب مدال‌های طلا شد. این ورزشکاری با مهارت آرزو دارد در مسابقه‌های با نفوذ جهانی پرچم کشوری عزیزمان را بالا بردارد. مسابقه خیلی شوق‌آور است. در این مسابقه من جای اول را گرفتم. در مسافه‌های 50 100 و نمودهای طرز تخت‌پوش، طرز باترفلای، طرز برد و طرز آزاد. در مسابقه شهر دوشنبه برآمد که جای اول را گرفتم و برای این مسابقه جمهوری گرفتم. این مسابقه برای من خیلی مهم بود. با مسابقه بین‌المللی را خط گرفتم. کوشش میکنم که در مسابقه پیش ایستاده برآمد کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. ورزشکاران بهترین این چهاربینی ورزشی و مسابقه‌های در پیش ایستاده را خط گرفتند.